وای اگه ببینی چه سوالاییه. تا الان چند تا رابطه جنسی داشتی؟ به خاطر اینکه دوستش نداشتم خیلی کنه بود مجبور شدم بهش خیانت کنم. سلام. سلام. سلام عزیزم. سلام. اسمت چیه؟ محیا. زینب. محمد علی. دنیا هستم. چند سالته؟ 21. من 19. 18. 16. توی اون پاکت 3 تا سوال هستش که ممنون میشم اگر که بخونی یکی یکی جواب بدی. سوالا رو بخونم. بله. تا الان چند تا رابطه داشتی؟ 3 تا. شمارش از دستم در رفت. هیچ رابطه ای نداشتی؟ با هیچ پسری تو رابطه نبودی؟ یه دونه داشتم تموم شده. کلا یه دونه. یک بار رابطه داشتی؟ بله. چی شد که تموم شد؟ مسیرمون از هم جدا شد. چی شدن؟ یکیش خود زنگ گرفت رفت، اون یکی هم خب خیانت کردم بهش. شما خیانت کردی؟ بله. بعد این یکی هم خب همین تازگی اکات کردیم. ترجیح میدید توی رابطه خیانت ببینی یا خیانت بکنی؟ من هیچ وقت دلم نمیاد خیانت کنم. پس ترجیح میدی خیانت ببینی؟ خیانت ببینم. اونم خیانت نکنه بهتره. مازوخیسم داری؟ آره. ترجیح میدی خیانت ببینی؟ خیانت بکنم. ترجیحت اینه. یک بارم گفتی این کارو کردی. آره من میشه توضیح بدی در موردش؟ به خاطر اینکه دوستش نداشتم خیلی کنه بود مجبور شدم بهش خیانت کنم. چون دوستش نداشتی مجبور شدم بهش خیانت کنم. مجبوری بود دیگه، به زور بود. آره. یعنی یکی اجبارت کرده بود. آره چون خیلی دوستم داشت. چون نمی‌خواستم اذیت بشه. چون خیلی دوست داشت. آره. بهش خیانت کرد. بله. خیانت ببینم. چرا؟ چون اصلا تو مخیلم نمی گنجه خیانت کردن. خود خیانت دیدن راحته یعنی؟ خودم هیچ وقت این کارو نمی کنم. به این خاطر. با کسی که قبلا رابطه جنسی داشتی ازدواج میکنی؟ بله. بله. خب یه نیاز واسه آدم به نظر من نباید سخت بگیری. آره. یعنی گذشته طرف مقابل خیلی مهم آره. عالی. مرسی. ممنونم از شما. خدا نگهدار.